پخت ماهیچه عیانی برای باقالی پلو فقط تا آخر ببین که راز خوشمزه شدنش رو بدونی. نکته به نکته به همین روش درست شد، میشه زبان زد تمام ماهیچه ها و چیزی که خوشمزگی این ماهیچه رو به شدت افزایش داده و شده سرد، افزودنی هست که در پایان اضافه میشه و بعد باید سرو بشه. پیازها رو به صورت خلالی برش میزنم و یه چیزی بهتون بگم، یه نکته خیلی مهم، میدونستی برش زدن اصولی پیازها در طعم غذاها متفاوته و در این مورد هم یه پست میذارم که بدونیم تکه های برش پیاز خلالی یا نگینی چطور میتونه طعم غذاها رو تغییر بده. برای ماهیچه حتما برش خلالی میزنیم و اگه غیر از این بود یعنی اینکه طعمش تغییر میکنه و اون طعمی که ما میخوایم نمیتونیم به دست بیاریم. ماهیچه‌ای که من سالها طبخ میکنم و حتما با گوشت تر و تازه باید باشه، اگر بخوام برای 4 نفر درست کنم حتما یک برش روی ساقه ماهیچه میزنم و در غیر این صورت اگر تعداد زیاد باشه این کارو نمیکنم. این یکی از نکته‌های مهم هست. مواد لازم رو آوردم: پیازهای متوسط، نمک، زعفران که مهمترین بخش در طبخ این غذاست، زردچوبه، چوب دارچین، برگ بو، یک قوه سیر، ببینین که از هم جدا نشده باشه، و فلفل سیاه. مواد رو آوردم کنار دستم گذاشتم که نکنی یکیشو فراموش کنم و فراموش کردن یکی از این مواد من فکر میکنم فاجعه در مزه غذاست و سعی میکنم کنار دستم باشه، از قبل همه رو آماده کرده باشم. قابلمه رو گذاشتم داغ شد، روغن رو اضافه میکنم تا گوشتم یه تفت بخوره و خامیش گرفته بشه. تا گوشتم خامیش گرفته بشه یه قوه سیر رو با 2 تا دست بین کف دست میچرخونم، ببینید اینطوری میچرخونمش تا پوست رویش کاملا جدا بشه، طوری باشه که از هم جدا نشن. این قوه های کوچولو از هم جدا نشن. تهش رو تمیز میکنم. همینقدر خوشگل، ببینید همینقدر خوشگل سفید شد مامانه. و میریم سراغ مواد کنار دستیمون که گفتم از قبل گذاشته بودم که چیزی رو فراموش نکنم، اضافه میکنیم. و حالا نوبت آب که اضافه شد، مرحله به مرحله حواسمون باشه آب و زیاد اضافه نکنیم بهش، کم کم بریزیم که کامل روی موادمون رو بگیره. خب حالا من یه تابش میدم، کفگیر رو میچرخونم توی قابلمه. حالا در قابلمه رو میذارم و همزمان توی تصویر نشون میدم که در زودپز رو هم گذاشتم. خب اینو دارم نشون میدم که برای زودپز، در زودپز گذاشتن یک ساعت زمان لازم داریم، ولی برای در قابلمه گذاشتن 3 یا 4 ساعت. ماهیچه‌مون آماده بشه میریم سراغ کره که مورد اصلی یک ماهیچه عیانی که میتونه ماهیچه شما رو لذت بخش و شاهانه بکنه. همین کار میتونه کار پایانی باشه، در غیر این صورت نه، اصلا نمیشه. کره جزء اصلی ترین نکته هایی هست که میتونه یک ماهیچه خوشمزه رو برای ما به ارمغان بیاره و بشه به یاد مانده ترین ماهیچه و هر جا این غذا رو خوردین راحت میتونین مقایسه کنین طعم واقعیشو. قشنگترین لحظه تکه های قرقور یا همون قارا هست که به کره داره دونه دونه اضافه میشه و با دمای خیلی کم شعله رو کم میکنیم و آهسته آهسته کره رو به هم میزنیم. ببینید خب حالا در قابلمه رو باز میکنیم. حواسمون باید باشه که کاملا ماهیچه‌مون پخته شده باشه و آبش به همین غلظت باشه. غلظتش رو ببینید الان آماده شده، موقع کشیدن یا سرومون. حالا من ماهیچه رو در میارم
ببینید چقدر خوش رنگه. ماهیچه رو در آوردم، داخل ظرف سربم گذاشتم. خب الان این کره و قارایی که آب شده بود اینطوری ببینین کامل روی ماهیچه‌مون میریزم. واقعا طعم بی‌نظیری داره. فکر کنم این خوشمزه ترین ماهیچه‌ای باشه که تو عمرتون خوردین. اگر به همین روش که میگم درست کنین نکته به نکته. ببینین چه رنگ خوشگلی داره. الان اون آبه که خیلی غلیظ شده بود ته قابلمه از ماهیچه کامل بعد از کره ریختم روی ماهیچه. این شد یک ماهیچه با طعم بی‌نظیر و شاهانه ترکی. نکته به نکته بهتون گفتم، نوش جانتون.